این هفته خبر تو خبر داره براتون از عظمای فلک زده‌ای که سرش لای تله انتخابات گیر کرده و نوچه‌هاش مدام در حال بازارگرمی هست. بعضیا بین جمهوریت و ولایت میخواهند کم و زیاد بکنن. نظام ما نظام امامت است، نظام ولایت است، مردم جانشون رهبری است. این شما و این چشمه ای از رابطه مردم ایران با ولایت. شیخ فریم طبق معمول رفته تو فاز دجالیت و میخواد با این نمایش ها برای باندش رأی جمع کنه. هیچ وقت در تاریخ ایران زنها در سیاست به اندازه این 41 سال حضور نداشتن. حضور زنها در سیاست، اینکه زنها میتونن سرنوشت یک انتخابات رو عوض کنن، زنها میتونن در انتخابات ریاست جمهوری سرنوشت عوض کنن. اگر خانم ها تصمیم بگیرند، ولو اینکه عده‌ای سالها تلاش کردن، پول خرج کردن، رسانه دارن، چی دارن، همه چی دارن، خانم ها تصمیم بگیرن، ببینن یک کاندیدای بهتر هست، قادر هستن اون کاندیدای مورد نظر خودشون رو پیروز کنن در انتخابات. همزمان نوچه های عظمام دست به کار شدن و اینطوری شیخ فری رو میچلونن. آقای روحانی با این حرف داره به ملت میگه مشکل از من نیست، از آمریکا و تحریم آمریکاست. مانعم کیه؟ سیرلند نمیذاره بریم حل کنیم. اگه این بذاره ما میریم حل میکنیم، مشکلات حل میشه. این در لایه های بعدیش تو ذهن مردم چی شکل میگیره؟ که آقا پس مشکلات به خاطر اینه. خب مانع این موضوع کیه؟ این که میخواد بره مذاکره کنه، این که میخواد بره دست بده، این که میخواد بره بغل کنه، این که انگلیسا رو میبینه قهقهش هواست میخنده، با اونا که خوبه. خب مشکل پس معلوم میشه هزینه از کیه؟ این سید علی است. توی این اوضاع و احوال فرمون نظام از دست عظما در اومده و داره با شتاب تو جاده سرنگونی پیش میره. حالا میله دارم من نمایش انتخابات آخوندا به یک سیرک مسخره تبدیل شده و کاندیداهای قلابی هر بار یه اداب و اصولی در میارن. یکیشون از این قمپوزا در میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. رهبر انقلاب در طول این سالهای سخت و پر از بحران و درگیری به ما نشان داد باید ایران اسلامی را به قدرت اول جهان تبدیل کنیم. مأموریت بزرگ ما رساندن ترشیز به قدرت اول اقتصادی در ایران است. یکی دیگه شون هم پول داده براش از این ترانه های ریتمیک درست کنن تا شاید بتونه یه رأی برای خودش دست و پا کنه. نجات اقتصادی با انتخاب پاکن، با خوان و کامران برای مجد ایران. نجات اقتصادی با انتخاب پاکن، با خوان و کامران برای مجد ایران. برای خلق خدمت سن و سال بهان است، در راه ولایت همیشه او جوان است. شجاعت یکی دیگه هم منقل را انداخته و کباب خوران ترتیب داده تا به این بهونه رأی بخره. شهرستان ایزه ستاد دکتر هوشنگ احمدی برای اولین بار و به عنوان نوآوری در ستاد انتخاباتی خود از الساق پوستر، عکس بردار دیوار خودداری نموده و جهت جایگزینی آن ستاد صلواتی کباب خوران همکنون آماده پذیرایی دوستان و همشهران. یک کاندیدای دیگه هم که معلوم جیبش پرتره سور داده و با پهن کردن سفره اونم از جیب مردم ایران
به دنبال اینه که یه راهی برای رفتن به استبل ولایت پیدا کنه. این آخوند مشنگم زده تو کار درست کردن موزیک ویدئو و از این جنگولک بازی ها در آورده. دست به دست من بده، قول بده که با منی، اگر تو یار من شوی چنین کنم چنان کنم. این یکی هم که پول نداشته براش ترانه درست کنن، خودش دست به کار شده و معرکه گرفته. اینجا همین کاندیدای قلابی آخوندا اینقدر خالی میبنده که یه چنین اتفاقی میفته. سادات معزز سید عباس، اما این مسخره بازی ها به جایی نمیرسه و مردم از هر فرصتی برای تبدیل جلسات آخوندا به اعتراض استفاده میکنن. آقای دکتر شما میگید که تو 5 سال میخواید اقتصاد فلج این مملکت رو درست کنید. چجوری؟ چجوری؟ بنزین قیمتش افزایش پیدا کرده، سران استفاده تحصیل کردن. تیویریش هم به فرموده عظما از این ترانه ها درست میکنه تا منقل انتخابات رو باد بزنه. لوور وقتی رای بدیم به اون که توی مجلس خواب باشه، خب طبیعیه که وضع مملکت خراب باشه. چشای مردم به دست مجلس و دولتمونه، رای بدیم به اون کسی که مطمئن بشیم میتونه، مطمئن بشیم میتونه. با این همه آخوندا خودشون خوب میدونن که انتخابات مانعیه که چنین سرنوشتی رو براشون رقم میزنه. مردم هم جواب این نمایش ها و مسخره بازی های آخوندا رو اینطوری میدن: به هیچ احدی دیگه رأی نمیدیم. رأی نمیدم. نه با این وضعیت اینجوری نه. با واقعیت هم میگم، چه دروغ بگم. نه نمیتونم بگم اینجور باشه. نه اشتباه کردم، اتفاقا رأی دیگه نمیدم. من خیلی سال دیگه رأی نمیدم. آره دیگه این دفعه هم رأی نمیدم. دوره عظما به پایان رسیده و وقتشه که کله پا بشه. با گذشت 2 ماه از ترکیدن پاسدار سلیمانی، فوت کردن آخوندا در بادکنک اون پاسدار ترکیده همچنان ادامه داره و مدام از این خالی بندی ها میکنن. خب اینا همه میپرستن حاج قاسم، یعنی حاج قاسم شهرتش از 10 سال پیش به اینور، به خصوص بعد از قصه داعش شهرت جهانی است. بسیاری از شخصیت‌های خارجی می اومدن داخل و با همه شخصیت‌ها ملاقات می‌کردن، آخرش میگفتن آقا میشیم ما 5 دقیقه این حاج قاسم سلیمانی رو هم ببینیم. اصلا کاری به ملاقات‌های بزرگ دیگه هم نداشتن، با ایشون می‌خواستن ملاقات کنن. کار به جایی رسیده که انیمیشن لحظه ترکیدنشون رو هم ساختن. بعدم برای که بسیجی‌ها زیاد خودشون رو نوازن، موشک پرانی به بیابونای عراق رو اینطوری بازسازی کردن.
البته واقعیت موشک پرونیشون یه چیزی تو این مایه هاست. این هم پاسدار بیسوادیه که جانشین سلیمانی شده. قرار بود وصیت سلیمانی رو بخونه اما کله ملق زد. دستم خالی است و کوله پشتی سفرم خالی. در دستان من چیزی نیست، نه برای عرضه و نه برای قدرت دفاع دارم. نیروهای مسلح خود را خطاب من به همه شماست. اگر خطاب من به همه شماست که مرا از خود می‌دانید، اول آنها اعتقاد عملی. من نمیگویم ولایت تنوری و نمیگویم ولایت قانونی. هیچ یک از این دو هیچ یک از این دو مشکل وحدت را حل نمی کند. اشاره نمی کنم چون ولایت در نیروهای مسلح کلامی کوتاه خطاب به برادران سپاهی عزیز و فداکار و ارتشی‌های سپاهی دارم، اما دوست داشتم در شرفیابی‌های حضوری به محضرتان عرض کنم. پاسدارا و جانشینای زنجیره‌شون در سراشیبی سرنگونی یه چنین وضعیتی دارن. این آخوند پناهیان هم برگ جدیدی از توهم رو کرد و نظام غارتگر ولایت رو اینطوری توصیف کرد. واقعا این انقلابی که حضرت امام بنیان نهادن معجزه قرن لااقل. برای چی؟ برای اینکه ما همین مقدار پیشرفتی که داریم، همین مقدار امنیتی که داریم، همین مقداری که هست، تو بسیاری از زمینه‌ها پیشرفت هایی که داشتیم، تو سلاح‌های نظامی، تو چی، بدون غارت کردن یه روستا از کشورهای همسایه بوده. کدوم کشور تو جهان اینجوری پیشرفت کرده؟ در مشنگستان این هفته یادی میکنیم از این حداد قاطر پاچخار که خودش رو اینطوری معرفی کرد. من ازم پرسیدن تو چی کاره‌ای؟ گفتم که پدر بزرگ نوه مقام معظم رهبری. درسته دیگه؟ در پایان توجه شما رو به هنرنمایی یک کوچولوی دقیق جلب میکنیم که اگر همین جوری پیش بره فوتبالیست ماهری میشه. Yeah, go.